به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با معرفی کتابی زیبا شروع میکنیم. کتاب پایداری ایرانی، نویسنده محمد درویش هستش و انتشارات همراه این کتاب رو در سال 1405 به چاپ چهارمش رسونده. اما با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. البته در حد یک معرفی کوتاه هستش این کتاب به همت جناب آقای محمد درویش، پژوهشگر و کنشگر برجسته محیط زیست، گردآوری و تدوین شده. مجموعه‌ای است از مقالات استادان، پژوهشگران و کنشگران عرصه‌های مختلف که دانش و تجربهشان را به خدمت گرفتند تا از دغدغه‌هایشان درباره محیط زیست و توسعه پایدار ایران بنویسند. کتاب پایداری ایرانی در ادامه پروژه‌ای است که انتشارات همراه در زمینه مطالعات ایران آغاز کرده است تا به اهم موضوعات و مسائل جامعه ایرانی در حوزه‌های مختلف بپردازد. رویکرد ما در این مجموعه کتاب‌ها بررسی مسائل اجتماعی ایران از منظر بین رشته‌ای و ترکیب و تلفیق دیدگاه‌های متنوع و بهره‌گیری از دانش تخصصی دانشمندان و اندیشمندان برای فهم عمیق‌تر مسئله‌هایی است که با آن دست به گریبانیم. در این کتاب نیز متخصصانی از حوزه‌های مختلف اقتصاد، جامعه شناسی، زیست شناسی، گیاه شناسی، کشاورزی، مهندسی آب و انرژی، گردشگری، بوم شناسی گرد هم آمدند تا توسعه پایدار ایران را از منظر تخصصی خودشان برای کسانی که دل در گرو پیشرفت و آبادی این مرز و بوم دارند شرح دهند. امیدوارم این کتاب بتواند گامی هرچند کوچک اما مؤثر در راستای پایداری سرزمینمان ایران باشد. فهرست مقالات این کتاب رو من برای شما میخونم تا اگر خواستید این کتاب رو تهیه کنید بدونید چه مطالبی داخل این کتاب نوشته شده. پیشگفتار رو آقای محمد درویش نوشتن. بخش نخست چشم‌انداز هستش که سندروم واهه هستش که کاوه فیض‌اللهی مقالتش رو نوشته. فروتنی، بوم شناختی و یادگیری پایدار قسمت دوم بخش نخست هستش که آقای نعمت الله فاضلی این مقاله رو نوشتن. بخش دوم توسعه پایدار هستش که میشه 3 محیط زیست و توسعه پایدار در ایران، محسن رنانی. 4 رابطه محیط زیست و توسعه پایدار، حمید ترابتی. 5 بحران زیست در ایران، احمد آل یاسین. 6 عبور از ظرفیت زیستی، یوسف حجت. 7 اتلاف انرژی و ناپایداری توسعه در ایران، خانم نغمه دینان. 8 کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار، اسکندر زند و جهانفر دانشیان. 9 گیاهشناسی و توسعه پایدار در ایران، حسین آخانی. 10 رابطه اقتصاد، محیط زیست و توسعه پایدار، فرشاد مومنی. 11 تغذیه طبیعی مردم، بازدارنده انقراض ششم، رضا حق‌پرست. بخش سوم تجربه زیسته هستش که میشه 12 همه ما مقصریم، اردشیر گراوند. 13 از دغدغه تا حفاظت، افسانه احسانی. 14 شما حق استفاده از این آپارتمان را ندارید، علی شادلو. 15 مدارس و محیط زیست، آرش رحیمی. 16 حل بحران مدیریت پسماند در ایران، هایده شیرزادی. و پیوست‌های کتاب هم پیوست مقاله گیاهشناسی و توسعه پایدار در ایران هستش، پیوست مقاله عبور از ظرفیت زیستی، پیوست مقاله بحران زیست در ایران و پیوست مقاله حل بحران مدیریت پسماند در ایران هستش. اما با من همراه باشید تا گوشه‌هایی از زندگی آقای محمد درویش رو برای شما بخونم. محمد درویش متولد 4 بهمن 1344 در تهران هستش. کارشناس ارشد محیط زیست
مرتع و آبخیزداری و کنشگر محیط زیست اهل ایران است. وی با نوشتن وبلاگ مهار بیابانزایی شناخته میشد که در سال 1392 با حکم مرسوم ابتکار به مدیر کلی دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد و تا آبان ماه سال 1396 در این جایگاه خدمت کرد که استعفا داد و ریاست سیاست‌های محیط زیست مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری را تا پایان دولت اول حسن روحانی بر عهده گرفت. او عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور بوده و ریاست گروه بیابان این مؤسسه را تا سال 1400 بر عهده داشت. دوران کودکی و نوجوانی را در شهرهای تهران، بروجرد، سردشت، اصفهان، آبادان، خرمشهر و نجف آباد گذراند و پس از اخذ دیپلم تجربی بین سالهای 64 الی 66 خدمت سربازی را سپری کرد. پس از پایان سربازی در رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران پذیرفته شد. از بهمن ماه سال 1368 نیز به دلیل دانشجوی ممتاز بودن و پذیرفته شدن از مصاحبه ورودی جذب مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور شد و به عنوان عضو هیئت علمی و مسئول گروه اقتصادی اجتماعی در بخش تحقیقات بیابان مشغول کار گردید. محمد درویش کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران اخذ کرد. دانشنامه کارشناسی ارشد وی امکان سنجی مدیریتی در استفاده از روش فالو و یونوب برای تهیه نقشه بیابانزایی ایران به عنوان پژوهش برتر سال 1378 وزارت جهاد سازندگی وقت انتخاب شد. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. اگر علاقه‌مند به مسائل محیط زیستی ایران هستید بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. البته قیمت این کتاب هم بسیار بالا هستش. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.